به نام خدا تو این جلسه از آموزش علائم خرابی کویل و عیبیابی اون رو خدمتتون عرض میکنم. خب علائم خرابی کویل چیه؟ ممکنه صدای انفجار از اگزوز شنیده بشه. این صدا به صورت دائمی و پشت سر هم نیست، ممکنه در طول روز چند بار این صدا رو بشنوید. این یکی از نشانه‌های خرابی کویل هستش. ممکنه از اگزوز خودرو دود سیاه دیده بشه که ممکنه یکی از علتهای اون خرابی کویل باشه. ممکنه بوی بنزین یا بوی آتش سوزی از خودرو شنیده بشه، یعنی از سمت اگزوز اون. این هم باز یکی از علتهای خرابی کویله. و مورد آخر ممکنه خودرو قدرت عادیش رو نداشته باشه و موقع‌های نیم کلاچ کردن یا حرکت توی سینه‌کش ها دچار لرزش و کوبش بشه. این نشون میده که کویل نتونسته جرقه رو به خوبی تولید کنه و انفجار به خوبی توی خودرو انجام نمیشه، در نتیجه قدرت خودرو کاهش پیدا میکنه. خب چطور ما کویل رو تست بگیریم که سالم هست یا خیر؟ روش اول رو خدمتتون عرض میکنم. خودرو رو ما خاموش میکنیم، سوکت رد دوب رو حتما جدا کنید. بعضی از تعمیرکارها میان به کمک خود وایر این کار رو میکنن که من پیشنهاد نمیکنم. سعی کنید وایر رو هم جدا کنید، یک سیم استفاده کنید، یک سر اون رو به کویل وصل کنید و یک سر دیگر رو به بدنه موتور متصل کنید. یه نفر بیاد به خودرو استارت بزنه. جرقه‌ای که بین اون سیم به بدنه موتور ایجاد میشه باید کاملا به رنگ آبی باشه. اگر رنگ جرقه آبی رنگ بود یعنی کویل شما خیلی سالم است، اما اگر رنگ قرمز یا نارنجی رنگ دیده شد یعنی کویل خراب شده و نیاز دارید که اون رو تعویض کنید. خب این یک حالت تست هست. عرض کردم خدمتتون سعی کنید که وایر رو جدا کنید و از یک سیم دیگه استفاده کنید. اگر از خود وایر استفاده کنید ممکنه وایرتون یک مقداری آسیب ببینه. خب روش دوم تست چیه؟ ما میخوایم مقدار مقاومت یا همون مقدار اهم سیم پیچ اولیه و ثانویه رو اندازه بگیریم. این روش بسیار دقیق تر و کاربردی تر است. سیم پیچ اولیه چیه؟ بین پایه 1 و 4 یا پایه 2 و 3 اگر مقاومت رو اندازه بگیریم ما باید 0.6 رو ببینیم. 0.6 اهم نشون از سلامت سیم پیچ اولیه هستش. دقت داشته باشید. از اون گفتم یا میتونید از دستگاه مولتیمتر در حالت اهم استفاده کنید یا از دستگاه اوهمتر. خب اگر بخوایم سیم پیچ ثانویه رو اندازه بگیریم باید چیکار کنیم؟ میایم توی قسمت خروجی کویل، یعنی این قسمت هایی که براتون مشخص کردم که وایر روی اونها نصب میشه، اینجا 1 اینجا 4 که کنار هم هستن و نزدیک به سوکت کویل هستن و پایه 2 و پایه 3 که وایر به اونها مجددا نصب میشه از سوکت دور هستن و شماره گذاری به این ترتیب رو توی جلسات قبلی هم خدمتتون عرض کردم. خب میگیم اگر مجددا روی حالت اهم بذاریم و بخوایم مقاومت بین این دوتا رو به عنوان مثال 2 و 3 رو اندازه بگیریم یا 1 و 4 رو، هیچ فرقی نمیکنه. اگر کویل ساژم یا والئو بود باید 7.33 کیلو اهم رو ما ببینیم. اگر به عنوان مثال شما 7.50 رو هم ببینید صحیح هست، اما اگر عدد 10 کیلو اهم رو ببینید این نشون میده کویل شما خراب شده، یا عدد کمتر مثلا 2 کیلو اهم رو ببینید نشون میده کویل سیم پیچ ثانویه‌اش خراب شده و باید اون رو عوض کنید. اگر کویلی که استفاده میشه توی خودرو از نوع زیمنس باشه باید 14 کیلو اهم رو به ما نشون بده. یک سری از کویل ها هستن که به صورت کویل دوب نیستن، یعنی دو تا کویل در کنار هم هست. شما میتونید دونه دونه اونها رو هم تعویض کنید، یعنی کویل شماره 1 و 4 یک کویل سوکتش جداه، کویل 2 و 3 یک کویل سوکتش جداه، یعنی دیگه اینجا سوکت‌ها 4 تایی نیستن. ما دو تا کویل با سوکت 2 تایی داریم که به اونها کویل‌های تکی میگن. اگر کویل تکی خودرو رو اهمش رو اندازه بگیری توی قسمت وایرها، یعنی خروجی کویل یا همون سیم پیچ ثانویه فرقی نمیکنه. ما به این 4 تا دایره بزرگ که ما داریم الان کویل رو از حالت بالا میبینیم، وایرها روشون نصب میشه، میگیم خروجی کویل. به اون 4 تا پایه کوچیک که در واقع ورودی کویل هستن سوکت متصل میشه، ما میگیم ورودی کویل. پس تکرار میکنم توی کویل های تکی باید مقاومت خروجی 21 کیلو اهم باشه. اینها رو میتونید استفاده کنید عزیزان. اگر از خاطرتون میره این اعداد میتونید فیلم رو برگردونید مجددا نگاه کنید، یا فایل ها در کنار فیلم به شما داده میشه، میتونید هر وقت که فراموش شد بیایید مجددا این فایل رو بخونید، ازش استفاده کنید و این اعداد رو هم طی کار کردن زیاد قطعا حفظتون میشه، نگران این نباشید.
پس ما گفتیم روش تست کویل روش دوم روش بهتریه، دقیق‌تریه و یک روش مهندسی تره. اما اگر شما تجهیزات نداشتید یا امکانی رو نداشتید که کویل رو باز کنید بتونید سیم پیچ اون رو اندازه بگیرید، چه سیم پیچ اولیه چه سیم پیچ ثانویه، میتونید از همون روش اول که به صورت چشمی هست استفاده کنید. خب امیدوارم که از این جلسه آموزش بهره لازم و کافی رو برده باشید.